اگه تو هم دلت از این متنای باحال رنگی رنگی میخواد، این فیلمو تا آخر ببین تا یاد بگیری. خیلی خوب، قبل از اینکه بریم سراغ پریمیر، این فایلی که واسهتون توی کانال میذارم اول دانلود کنید، بعد اکسترکتش کنید. یه همچین پریستی رو بهتون میده. بعد وارد پریمیر شید. من یه دونه کالر مت ایجاد میکنم، رنگ مشکی. اوکی رو میزنم، وارد تاملاین میکنم. خیلی خوب، ابزار تایپ رو برم دارم، یه متن مینویسم. مثلا مینویسم متن نمونه. خیلی خوب، حالا مثل اینکه درست نوشته نشد. متن نمونه. خیلی خوب، برای اینکه وارد تنظیمات متن شم یه دابل کلیک میکنم اینجا هم دابل کلیک میکنم کل متن رو انتخاب کنه. بعد میام توی این قسمت فونتش رو تغییر میدم. حالا هر فونتی که داشتید میتونید استفاده کنید. وسط چین میکنم، سایزش رو یکم بزرگ میکنم، دوباره وسط چین. و خیلی خوب، اینجا برای اینکه پنجره رو ببندم، برای اینکه متنمون رنگی رنگی شه، میایم توی قسمت افکت. اگر پنجره افکت رو ندارید میتونید از قسمت ویندو تیک افکت رو بزنید تا پنجرهش براتون باز شه. میایم توی این قسمت کلیک راست میکنید، توی قسمت پریست کلیک راست میکنید، ایمپورت پریست رو میزنید. به محض اینکه اینو زدید، فایلی که دانلود کرده بودید هر جایی که ذخیره کرده باشید، این فایل رو، پریستی رو که دانلود کردید از کانال، هر جایی که ذخیره کرده باشید بعد برید از همونجا واردش کنید. من چون قبلا وارد کردم داخل پریمیر هستش دیگه، این کار رو انجام نمیدم. واسه من اینجاست، کالر تکست. به محض اینکه اینو بندازم درک کنم روی متنم، میبینید که متن من رنگی رنگی میشه. به همین سادگی.